سلام، امیدوارم که هر جا هستید تنتون سالم باشه. تو این ویدیو من میخوام در مورد پیاده صحبت کنم و ویدیوهایی از این جنس، چند تا ویدیو میخوام در مورد کلا پیاده صحبت کنم. تو این ویدیو پیاده های شروع بازی میخوایم در موردشون صحبت کنم که پیاده ها رو چجوری باید باش بازی کنیم و حالا اگه دوست داشتین پایان بازی پیاده خیلی مهمتره، تو ویدیوهای بعدی پایان بازی پیاده ای رو هم توضیح میدم. ببینید، ساختار بازی شطرنج توسط پیاده ها تعیین میشه و هر پیاده ای که رونده میشه در واقع یه پوزیسیون جدیدی از بازی رو ارائه میده. معمولا هر دو طرف تو شروع بازی سعی میکنن که مرکز رو با پیاده ها بگیرن. حرکت خیلی رایج حرکت E4، سرباز جلوی شاه معمولا 2 تا میره جلو، خونه D5 و خونه F5 رو کنترل میکنه. شروع بازی ما هدفمون همینه، ما باید مرکز بازی رو در اختیار بگیریم تا بتونیم سوارمون رو گسترش بدیم و حمله کنیم. فرض کنیم سیاه با این حرکت شروع کنه، سفید سریعا D4 رو انجام میده، یعنی سرباز جلوی وزیر رو 2 تا میاد که کاملا به مرکز مسلط باشه. حالا پیاده سیاه معمولا چون یه حرکت عقب‌تره سفیده که تعیین میکنه شروع بازی چه شکلی باشه معمولا. حالا گشایش ها متنوع مختلفه، اینجا نمیخوایم در موردش صحبت کنیم. فرض کنیم سیاه با اسب شروع کنه گسترشش رو، دوباره سفید یه پیاده دیگر رو میرونه، زورش رو تو خونه D5 بیشتر میکنه، کنترلش رو خونه D5 بیشتر میکنه و میخواد مرکز رو در اختیار بگیره. فرض کنید اینم حرکت خوبیه، سیاه حرکت G7 رو بازی کنه که میخواد فیل سیاهش رو از اون طرف گسترش بده. فرض کنیم سفید این حرکت رو بره گسترش عادی بازی و برسیم به همچین پوزیسیونی که هر دو طرف قلعه میرن. این یک شروع بازی استاندارده و الان برتری با سفید، چون سفید پیاداش داره مرکز کنترل میکنه، سیاه نتونسته پیاداشو 2 تا برونه به دلیل وجود پیاده‌های سفید و سفید یه برتری جزئی داره. حالا چه اشتباهایی تو شروع بازی اتفاق میفته؟ یه موقع میبینید مثلا برای شروع سیاه اینجا اسبشو اینجا نیاد، اشتباه هم بیاد اینجا، سفید فوراً با فیل سفید تعویض میکنه، پیاده های سیاه دوبل شد. پیاده های دوبل ضعف تو بازی، نباید اجازه بدید حریف این کار رو با شما کنه، یا اگه موقعیت افتاد شما این کار رو با حریف میکنید. پیاده های دوبل ضعیفن، تو آخر بازی به سادگی اینا رو میشه گرفت. الان سیاه عملا عقب افتاد. این یکی از شروع بازی اشتباهی که بازیکن‌های مبتدی انجام میدن، اسب و کنار میاد، فیل تو اسب، پیاده ها دوبل میشه. این نباید اتفاق بیفته. درسته بازی اینه که اسب بیاد خونه C6. مرسی. تو ویدیوهای بعدی حتما پایان بازی پیاده ای رو نگاه کنید، خیلی مهمه پیاده ها چجوری باید بازی کنن. ببینید یه حرکت رایج دیگه یه هست با پیاده که خیلی قانونشو نمیدونن. فرض کنید سفید پیادهشو برونه به خونه E5، سیاه با دو حرکت پیاده از خونه ضرب سفید یعنی خونه F6 فرار میکنه، از این خونه فرار میکنه، با 2 حرکت از این خونه فرار میکنه. اینجا یه قانونی هست به نام قانون آنپاسان، شما میتونید پیاده سیاه رو بزنید، یعنی به این سادگی پیاده سیاه رو بزنید. این یه قانونیه که باید بدونیم. اگر سیاه 2 حرکت روند، اگر به نفعمون بود پیاده رو به این شکل بزنیم. قانون آنپاسانه. تنها قانونی که خیلی مرسوم نیست همین قانونی که بعضی پلیر مبتدی نمیدونن، بدونید بهتره، خیلی بعضی جا به کار میاد. ممنونم که به ویدیو دقت کردید، حتما استفاده کنید. شروع بازی حتما با پیاده های وسط شروع کنید تا بازیتون جون بگیره. مرکز بازی حساسه، باید مرکز کنترل داشته باشید، یا با سوار یا با پیاده. معمولا با پیاده اتفاق میفته. تا بریم حالا سراغ پایان بازی. تو پایان بازی من توضیح میدم پیاده ها چجوری برونیم، چجوری وزیرش کنیم، چجوری شاه باید از پیاده حمایت کنه که پیاده وزیر بشه. تو ویدیوهای بعدی توضیح میدم. اگر خوشتون اومد
یه لایک بذارید. یه خسته نباشید برای ما خواهد بود. ممنونم، جاتون تو قلب منه. همیشه شاد باشید. خداحافظ.